صورتی که قشنگه چرا شماها میرین انقدر دستکاریش میکنین؟ چرا شبیه جادوگرا میشن آدما؟ بعد همه شبیه هم شدن. دلیلش میدونی چیه؟ یکی از دلایلش شما آقایون عرضه و تقاضا وجود داره. یعنی اگر یه آقای به یه خانم زیبایی طبیعیشو تحسین کنه و بگه که تو با همین چقدر زیبایی، بهش نگه چرا دماغت گنده است، چرا مثلا چشات فلان، و نپذیره که این زیبایی که باهاش به دنیا آمده چقدر درسته و چقدر سر جاست، اینقدر این خانمات استرس نمیگیرن که برای پذیرفته شدن، برای دوست داشتن شدن متاسفانه یه چیزی که میتونه خانمای ما رو زیباتر کنه اعتماد به نفسه. بابا اعتماد به نفس میتونه آدم رو زیبا کنه. یعنی کسی اگر به خودش اتکا به نفس داشته باشه و اعتماد به نفس داشته باشه، به نظر من کاراکتر جذابی.